از آغاز جهان هستی جاودانگان می شناختندش. صاف تو چشای من نگاه کنی. اگه مأمور نبودی جیگرشو داشتی از کمتر از 500 متری من رد چی تو نه همتون. نوید محمدزاده در نقش لوکی. همتون یه لحظه صبر کنید ببینید، ما الان میایم کاملا جدی میشینیم میایم ریاکت میکنیم به اینکه اگر اونجرز داخل ایران ساخته میشد. باور کن نمیدونم بعد چی بگم، ولی هر سکانس میام اگه اتفاق قرار بود بیفته میام راجع به راجبش قشنگ صحبت میکنم باهاتون. و از آغاز یک هدف بیش نداشت. این همه بازیگر بوده. عدم پیمان معادی گذاشی برای دکتر استرنج. واقعا نمیدونم این چیه درست کردید. بریم بقیه‌اشو ببینیم. نابود کردن نیمی از جهان هستی. حالا میدونی جالبش کجاست؟ من یه سال قبلشم توی یکی از سایت ها میگشتم ببینم که اگر قرار بود مثلا نقش کاپیتان آمریکا کی بازی کنه، زده بود محمد رضا گرجی. اصلا نبود اون موقع، اصلا هیچی هم محمد رضا نزده، فقط زده بود شهاب حسینی. حالا بعدا راجع به اونم یه ویدیو درست میکنیم که میایم ببینیم که آیا راست بوده یا نه. حال خندمانه تو خونه؟ خدا شما رو خیلی حفظ کنه. ببین دروغ چرا؟ من قبلا برنامه خندوانه رو خیلی کم دنبال میکردم، یعنی نه اینکه هر روز بشیم نگم، نه هفته یه بار، اونم که خیلی کم پیش میومد. و خواستم اینو بگم که واقعا کاری کردید نه تنها به واکاندا توهین شد بلکه به خود تیچالا هم توهین شد. بعد دم صبح دوباره برمیگشتم شیرکش خونه. بعد برای اینکه کسی نشناسدم سیبیل مصنوعی میذاشت. خنده اول اینجا اصلا در نظر نگیرید، گوشم فقط ویدیو یکم فام بشه. آخه یه دسته صبر کنید، کی اومد این فرد جایگزین حال کرد؟ خود ادوارد نورتون اگه اینو یا من خود مارک رافلو اینو ببینه پشماش ریخته. واقعا یعنی چی شد؟ یعنی این کاراکتر اومدید رو این کردید؟ یعنی واقعا نمیدونم. بریم ببینیم کاراکتر بعدی کیه که قرار آبروش بره. اگر او همه گوهران ابدیت را به چنگ آورد در یک لحظه خدا رو شکر. نه یعنی باورم نمیشه که چرا اومدید مهران مدیری باشی روتونست. الان انقدری که الان فشاری شدن بعد دیدن اینجا دلم میخواد تبدیل بشم به ریتالکی قریش بزرگ بکشم، بزنم هر چیزی که جلوی دم دستم نابود کنم. یعنی واقعا از بس الان فشاری شدم. بذار من 2 دقیقه برم الان میام دوباره. 2000 years later. خب بچه من دوباره برگشتم. دقت کردی الان اصلا فشاری نیستم، خیلی عادیه. من حالا فکر الان تو این 2 ساعت خورده داشتم چیکار میکردم. درسته من رفتم اوج اینفینیتی وار رو دیدم، تا این چیزایی که اصلا تو ذهنم الان بود الان پاک شد. اصلا فکر نمی‌کنم که نقش کاپیتان آمریکا رو بازی می‌کرد. خیلی الان خوشحالم که اینفینیتی وار رو دیدم و پیشنهاد می‌کنم اگه بعد این ویدیو شما هم برید اوج اینفینیتی وار رو کامل نگاه کنید و هیچ دیگه حرف اضافی نمیمونه. خب مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید و امیدوارم یه مارول فن واقعی اینقدر مثل من فشار نخوره. البته کسایی فشار نمیخورن که اصلا براشون مهم نیست که مثلا چه نقش بزرگی رو بدن به کیا. حالا خب دیگه ممنون میشم که چنل من سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که هر وقت ویدیو گوشم با خبر باشید. تا ویدیو بعدی فعلا. All right, never mind.